خب دوستان عزیز، من میخوام زیر یک نقطه دیگه یک صحبتی داشته باشم. بنده شاید 2 سال زیادتر است و تقریبا از 100 نواری صدای مردم، نواری پره زیادتر که 3 ساعت 2.5 ساعت تشکیل میکنه در شبکه یوتیوب دارم و تا امروز هیچ درباره شخصیت خودم، اون فشارهایی که بالای خاندان میبیه، اون تهدیدهایی که میبیه، هیچگاه با طور آشکار، با طور رسمی پره دقیق چیزی نگفتم. برای چی؟ به خاطری که وقتی که من همچون یک شخصی فوق‌العاده واقعا داخلی سیاست نشدم. از سال 2014 پیگیری میکردم و در داخلی همراه بچه‌های گروه هم بودم، همراه رهبری گروه 24 سهراب ظفر هم زندگی کردم، دیدم، تحلیل کردم، آموختم، خلاصه برآوری کردم و بعد از 3 سال داخل میدان شدم، سال 2017. و هر چی شد گاه شاید کدام با یک اشاره، با یک چیز فرماندم که خب لاله این چمن آلوده مرگ است هنوز، سپر از دست میانداز که جنگ است هنوز، خیمه بگذار و بیر بادیه طوفان جوش است، کو آتش به جگر دارد اگر خاموش است. یعنی میدانستم که جنگ دوام داره، قتل دوام داره، کشتار دوام داره، تجاوز دوام داره. من در مقابل چیز مبارزه می‌بردم. اما چند روز پیش یک نوار در یک شبکه نامعلوم در یوتیوب رو اومد و یک دوست برام روان کرد. دیدم که خب یک نواری کرده است پدرم، یک نواری کرده است و حرف زده است که ببین که وطن آباد است، وطن زیبا است. هر انسانی سالم، هر انسانی سالم عقل، هر انسانی که یک ذره مفکوره و فرهنگ داره، با دیدن همون نوار حس میکنه که بحث سر چی است. من یک پارچه خورچه میگذارم. روز خالق افتقای مراد زاده نوی رونکی، یک چند وقت است که بیروز در رسانه‌های خبری از خارج کشور خب با گفته خواجه های همون کشورهای بیگانه در آمده در حق وطن و این سرزمین گپ‌های ناسزا میگوید، گپ‌های بر دروغ میگوید. لیک یک چیز است که بیروز همه خیلی میگویم که چطوری که بزرگانی بله، واقعا من شاید امروز توانستم که سر شما را نزد 4 تا بشرف، 4 تا به هدف، 4 تا احمق، 4 تا به ایمان، 4 تا نفری که از راه حرام به دنیا آمده است، سر شما را در نزد آنها پس کردم. بله، من را قبول دارم. واقعا امروز راهی من، هدف من، برنامه من، او چیزی که دل من برای ملت میسوزه، دل من برای مادری تاجیک، خواهری تاجیکستانی، زندانی ها میسوزه، مرا نگذاشت آرام باشم. انا همه چیز امروز سر شما را نزد نمی 4 تا به شرف خم کرد. من قبول دارم و من آماده هستم که منظرت پرسم، عذر پرسم که چنین شد. اما کسانی که این حادثه ها را، کسانی که این برنامه را پیش میگیرن، آیا شما پدر نداشتین؟ آیا شما مادر نداشتین؟ ملت میگویند خب فرزند نیک باغی. آیا شما از کدام راه دیگه تولد شدید؟ یک بار به خودتون فکر کردین که روز میشوه، میگه چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمی سوزد. قسم به خدا از همین منبر با باوری کامل، با ایمانم، با وجدانم بگم هیچ شکی ندارم که روز میشوه که هر یک شما، او کسی که در این جنایت ها دست دارین، زنهاتون بیوه میمانند، فرزنداتون صغیره و یتیم میمانند، مالکیتون مالکیت مردم میشوه. میره فراموش نکنید. یعنی
اهل تهدید نیستم که شما را تهدید کردیم. نه، تاریخ اثبات کردگی است که هر کسی که در کشوری که ظلم میکنه، خیانت میکنه، روز میشود که مردم این سرزمین با دنداناشون شما را پاره پاره میکنن. درست است که برای هر یک فرزند درد است. برای من هم اصول نیست برداشت کردن این چیزها. من هم نفر هستم، من هم جان دارم، من هم عقل دارم. اما چی مرا باز هم استوارتر میکنن؟ دیدن این منظره برای من غم است. اما قتل زندانی ها، بیوزن ها، مهاجرا، هزارها مشکلات ها، به خدا دوستا بعضی برادرها خود صحبت میکنیم در زندان ها کارهایی رو انجام میدن که به ناموس مردها حتی میرسند. این چیزا بالاتر میسته برای من. هدف من، برنامه من، راهی که من گرفتم بجز از آوردن عدالت، بجز سربلند کردن ملت، بجز جامعه سالم ساختن، بجز منبرهای مسجد آباد و آزاد گذاشتن، بجز دست یک یتیم و صغیره را گرفتن، بجز خاک وطن دفاع کردن، بجز ناموس مردم تاجیکستان در عرصه بین الملل بلند کردن، بجز از هزاران مهاجرای کشته شده دفاع کردن، چیزی دیگر نیست. چیزی دیگری نیست. اما شما با این عملتون چی را خواستین انجام بدین؟ مرا از راه برگردونید. تا زمانی که یک ذره خون در بدنم داره حرکت میکنه، تا زمانی که اکسیژن نفس میگیرم، چشمم میبینه، شما را میبینم، من راه ادامه میدم. عمر باقی باشد، قسمت باشد، تقدیر الهی برای ما اگر که مرگ دچار نکند، حتما وا میخوریم و همون باقی میشم که تا کسی از او با استفاده برای میوه او را بخورم. اگر که نشد، من بارهای مثال میارم که قصه حضرت عمار که پیامبر خدا براش بشارت جنت و واخوردن همراه پدر مادرش در جنت مثال میارم و امیدوار هستم که خدا کنه که همون نعمت بزرگ نصیب من بکنه. اگر نصیب دیدن من باشد، اگر خداوند مرا به او مرتبه برسونه، خداوند مرا لایق او چیز کرده باشه، همو برای من بالاتر است، عزیزتر است، خوبتر است از این دنیا، از این روسیه دنیا، از این دروغ‌های دنیا که شما داره انجام